سلام، آریان وزیری هستم. افتخار این رو دارم که با یه قسمت دیگه از برنامه کد 99 در خدمتتون باشم. برنامه‌ای که به صورت اختصاصی در مورد نظام سلامت صحبت می‌کنیم، به ویژه توی بحرانی که در میانه اون هستیم، یعنی جنگ رمضان. توی این قسمت در خدمت خانم دکتر فیاضی هستیم، متخصص طب اورژانس. خانم دکتر سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر فیاضی هستم، متخصص طب اورژانس. در حال حاضر فلوشیپ اورژانس‌های تخصصی کودکان هستم. خیلی هم خوب. خانم دکتر شما متخصص طب اورژانسید. اورژانس هم طبیعتاً اولین جاییه که وقتی یک مصدومی وارد بیمارستان میشه با شما سر و کار داره. در مورد این جنگ رمضان و جنگ قبلی که سال گذشته تو خرداد ماه داشتیم، اون لحظه اول برامون بگید که کی متوجه شدید جنگ شده و اولین واکنشتون به جنگ چطور بود؟ جنگ 12 روزه 3:30 صبح برای نماز که پا شدم دیدم هم پیامک اومده، هم سریع به موبایلم زنگ زدن دوستان که آماده ای. اون رئیس مافوق من که باش تو هلال احمر کار میکنم وقتی به من زنگ میزنه فقط همیشه یه جمله میگه آماده ای، میفهمم که دیگه بعد خیلی آماده بود واسه خیلی اتفاقا و فقط همین جمله رو گفت و خیلی جالب بود. ایشون از چند ساعت قبلش رفته بود دفتر مدیریت بحران هلال و از اونجا از تلفن ثابت اونجا به من، وقتی من گوش رو برداشتم واقعیتش چون شماره ناشناس بود نمیدونستم بگم چی بگم. خودش گفت منم فلانی هستم، آماده ای؟ و من فهمیدم که آره دیگه بعد خیلی آماده بود. و اون ساعت 3:30 صبح اولین اون توی جنگ 12 روزه اولین تلنگری بود که احساس کردیم دیگه باید آماده یه سری اتفاقها باشیم و شروع به کار بکنیم. تو جنگ 12 روزه خب ما در حین یه مذاکراتی بودیم که ناگهان یه جنگی شروع شد، به همون تحمیل شد یه جنگی و خیلی حالا هم فضای کشور و هم سیستم مدیریت بحران آمادگیشو نداشت. شاید توی جنگ اخیر چی؟ توی این جنگ رمضان لحظه شروعش چطور بود براتون؟ پروتکل نوشته شده بود، یه سری مسئولیت‌های سوری شاید تقسیم شده بود و توی جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد دیگه کل سیستم از جمله بهداشت و درمان، حالا همه سیستما که توش این اتفاقات این مدیریت بحران هست به این نشستن که بعد این مدیریت بحران و این نقش‌گذاری‌ها مسئولیت‌ها جدی‌تر و به صورت عملی‌تر دنبال بشه. بعد توی اون جنگ 12 روزه خب این نقش‌ها و جلسات به صورت جدی‌تر دنبال شد. حتی من یادمه توی جنگ 12 روزه ما 7 روز 8 روز توی بیمارستان موندیم و خیلی از شاید مدیران ارشد که رفته بودن و بعدش می اومدن فیلمای جلسات رو میدن گفتن شما 7 روز توی جنگ موندین، توی جلسه تشکیل دادین. گفتیم که آره دیگه بعد کارهای مدیریتی رو تقسیم می‌کردیم، باید نقش‌ها و پروتکل‌ها عملیاتی تر می‌شد و همون عملیاتی تر شدن و جدی تر گرفته شدن باعث شد که مسلماً ما توی جنگ رمضان و جنگ اخیر آمادگی خیلی بیشتر بشه و شرایط یه جوری باشه که اصلا دیگه غافلگیری در کار نباشه. برای بیمارستان مدنی داشت رئیس دانشگاه میگه بابا عملای الکتیو یه ذره مثلا بی خیال، مثلا یه ذره بزنید ظرفیت خالی باشه، لازم داریم. بعد بعضی از مدیران میگفتن که نه بابا ما الان عملای الکتیو بی خیال شیم، پول از کجا مثلا پول. آره دقیقاً خیلی. بعد دقیقاً تو جلسه بودیم، دقیقاً یکی از مدیران بیمارستان مدنی برگشت گفتش که عمل الکتیو چرا میگی کنسل کنیم دکتر، 2 روز دیگه ما پول میخوایم فلان اینا. جملهش تموم نشده صدای پدافنده اومد و بعد سپاه ترکید و بعد دکتر گفت خب دیگه من که به شما میگم شما همه چی رو شوخی گرفتید. توی صحبتاتون از یه آرامشی صحبت میکردید که اون لحظات اول خودتون داشتید، اما خب واقعیت اینه که جنگ یه مقوله‌ایه که برای اکثر آدما استرس‌زاه و وقتی یه آدم عادی که حالا حمله شده به محل زندگیش سراسیمه مراجعه میکنه به بیمارستان، طبیعتاً خود پرسنل بیمارستان هم دچار یه وحشتی شدن و باید همون وحشت خودشون رو کنترل بکنن، هم یه آرامشی رو منتقل بکنن به اون شخصی که مراجعه کرده. در مورد بقیه افراد چی؟ این آرامش وجود داشت و تونستن اون لحظات اول رو، ساعات اول رو مدیریت بکنن و مصدومان احتمالی رو کنترل بکنن، سر و سامون بدن؟ واقعیتش از سر جنگ 12 روزه که این مسئله جنگ حالا یک کوچولو جدی‌تر شده بود واسه سیستم بهداشت و درمان، کل سیستم وزارت بهداشت از جمله اونجایی که محلی که من کار می‌کردم
خب یه سری پروتکل‌های جدی نوشته شد، یه سری جانمایی‌های نقش برای افراد تعیین شده بود و از جمله یه سری کلاس‌های آموزشی گذاشته شد. یکی از اون کلاس‌های آموزشی علاوه بر اون کارهای عملیاتی در بحران، ما یه سری با توجه به تیم مدیریتی که تو بیمارستان داشت و تدابیری که اندیشید، با یه سری افرادی که حالا مشاور باشن، یه سری افرادی که کارشون مدیریت استرس باشه، ما واقعیتش این کلاس‌ها برگزار شد و یه سری و پرسنل خیلی خوب استقبال کردن تو از شرکت تو اون کلاس‌ها که مثلا بچه‌ها درست جنگ پدیده به قول شما نامهربونه، کلا هر چقدر بخوای بی تفاوت باشی ولی خب بالاخره نامهربونه دیگه، یه اتفاقای ممکنه برای خود آدم هم بیفته که آدم خوشایندش نباشه. و خب اون کلاس‌ها که بچه‌ها تو اون فاصله جنگ 12 روزه تا الان شرکت کرده بودن، خب کلاس‌های مدیریت استرس، چه می‌دونم کلاس‌های مدیریت بحران، کلاس‌های عملی که اگه نیاز شد کارهای عملیاتی ویژه‌ای را انجام بدن، اون کلاس‌ها شرکت کرده بودن و باعث شده بود که بعد از حالا دیگه براشون یه کوچولو این ملکه ذهنشون بشه که حالا ممکنه یه شرایط خاصی رخ بده. بعد از 9 اسفند من یه شبی خب فراخوان شدم به بیمارستان، اون هوافضای اطراف کرج خب دچار انفجار شد و ما برامون شاید نزدیک 30 تا جوون دهه 70 رو آوردن. ساعت 3 صبح 30 تا جوون دهه 70 رو آوردن که تو تونل هوافضا گیر کرده بودن. خب توی تونل گیر کردن علاوه بر اون حادثه و اون اتفاقی که میفته، اینا یه سری گازهای سمی رو استنشاق کرده بودن. خب مریض تنفسی مدیریتش از همه بدتره، یعنی مریض جلوی تو داره صحبت میکنه، راه تنفسیش داره خفه میشه و شاید تو خیلی اقدامات پزشکی رو نتونی براش انجام بدی و اینا ساعت 3:30-4 صبح آوردن. من یادمه حالا قبل از که اینا بیان، حالا بچه‌ها داشتن کارهای خودشون رو انجام میدن، شاید حتی پرسنل شوخی میکردن که بچه‌ها سحری چیه، بریم سحری بخوریم، سحری امروز چیه قراره بیارن، چای گذاشتین مثلا بریم چای بخوریم. و وقتی اون همه 30 تا جوون دهه 70 رو که تو تونل هوافضا گیر کرده بودن با اون وضع وخیم، سوختگی‌های استنشاقی آوردن، شاید خیلی از پرسنل از جمله خود من یادشون رفت دیگه سحری بخورن. اونایی که داشتن لحظه شما می‌کردن که بریم سحری بخوریم، بچه‌ها گشنه نمونیم و فردا می‌خوایم روزه بگیریم، واقعا خیلیاشون نرفتن دیگه سحری، اصلا دیگه یادشون رفت که گفتن ای بچه‌ها دیگه اذان شده، حالا اشکال نداره. میخوام بگم اینقدر دیگه غرق در کار شدن و احساس کردن اونایی که اومدن دیگه الان نیاز به توجه بیشتری دارن دیگه، حالا من که دیگه حالا استرسام بماند، من خب خیلیاشون مناظرشون همون اطرافی بود که مورد اصابت قرار گرفت، دیگه یادشون رفت بود که الان خب خونه من چی شد، من بچه من چی شد، سحریم چی شد، فردا میخوام یه روز کامل مثلا روزه بگیرم. کارشون رو انجام دادن و حتی من یادمه ما فردا صبحش که اومدیم خونه شیفت و تحویل دادیم، واقعیتش اونا چون با مواد شیمیایی استنشاق کردن به خود من زنگ زدن که شما خودتون خوبین، مشکلی ندارین؟ گفتم که چطور؟ گفت خیلی مواد شیمیاییش خاصه، پروتکل‌های خاصی داشته، ولی خب دیشب مثلا هم که اعلام کردن، اول مثلا گفتن چون مواد شیمیایی پروتکل‌های حفاظتش خب شما خودتون میدونین متفاوته. شب قبلش گفتن اینا سوخت آمونیاک بوده فلان و اینا. بعد ولی صبح به ما زنگ زدن گفتن نه اینا اتفاقا مواد شیمیایی دیگه بوده، افرادی که با این مواد در تماس بودن حتی با عنوان کادر درمان بعد یه محافظت‌های دیگه‌ای بشن. که حتی بچه‌ها شوخی کردن، از اون خود من گفتم نه دیگه ما خیلی خسته‌ایم، ما می‌خوایم بخوابیم دیگه، مثلا ما دیگه نمی‌خوایم محافظت ویژه بشیم از اون پروتکل‌ها. یعنی منظور کسی دیگه یادش شاید در لحظه بگن شما قراره با یه سری حجم از مواد شیمیایی خاص در تماس قرار بگیرید، مثلا هر آدمی خب جونش رو دوست داره دیگه، میگه نه من ماسک ویژه بدین، من برم از اینا دور بشم، در صورتی که خودش اون شب بچه‌ها با جون دل بدون هیچ پروتکل خاص حفاظتی خاصی با اونا مواجه شدن، کاراشون رو انجام دادن و خیلی دردناک بود که یه سری جوون دهه 70 و بچه‌ها دیدن که یه سری جوون دهه 70 جونشون رو گذاشتن کف دست و توی تونل گیر کردن به خاطر اینا. بدنه وزارت بهداشت و کادر درمان طبیعتاً بخشی از جامعه‌اند و قبل از شروع این جنگ و تهاجمی که نسبت به ایران شد، طرف مهاجم یه تلاش خیلی زیادی هم از جهت رسانه‌ای هم بخشش توی میدان شهرهای کشور انجام داد که اون همدلی و همراهی مردم نسبت به جنگ رو و دفاع از کشور رو از بین ببره. این موضوع توی کادر درمان چطوری بود؟ چجوری مدیریتش کردن اون لحظات اول؟ آیا واقعا با اون مصدومایی که به بیمارستان میمدن همراه بودن، همدل بودن یا نه بی تفاوت بودن؟ در مورد اینم برامون توضیح بدید. واقعیتش خب به قول شما کادر درمان هم بدنه جامعه، خیلی همونطور که بدنه کلیت جامعه خیلی وقتا خوراک فکریشون از رسانه‌هایی که شاید
مورد پسند نباشه، دقیقاً کادر درمان هم خیلی هاشون خوراک فکریشون از رسانه‌های دیگه‌ایه و شاید اندیشه‌های فکری و سیاسیشون همه مثل هم نباشن. ولی واقعیتش اینه که چیزی که من دیدم، شاید حتی شوخی میکردن، میگفتن که یا شوخیایی میکردن که شاید مورد پسند نباشه، ولی واقعیتش همشون، حتی اونایی که ما میدونستیم خوراک فکریشون اونوره، از اونور رسانه‌های اونوری تغذیه فکری میشن، میتونم به ضرس قاطع بگم با همه مصدومینی که اومدن تو همه بحران‌ها، جنگ 12 روزه گرفته، جنگ رمضان گرفته، حوادثی که این وسط بوده، حالا کشور با توجه به شرایطش همیشه در دستخوش یه سری اتفاقا بوده دیگه که ما حالا بهش میگیم بحران، یه روز میگیم بهش بحران، یه روز میگیم اغتشاش، یه روز میگیم نابسامانی. تو همه این شرایط وقتی که مصدومی اومد بیمارستان، همه بچه‌ها میتونم بگم از کادر درمان با هر دیدگاهی به مصدوم فقط به چشم مریض نگاه کردن که اون مصدوم مریض باید کارش انجام بشه، دیگه به این نگاه نکردن که این چرا اینطوری شده، این جناح سیاسیش چی بوده که اینطوری شده، کی اینطوریش کرده. احساس کردن که اون مریضه، الان باید درمانش کنیم. حالا شما اون وجهه قشنگ ماجرا رو گفتید که به واسطه اون وظیفه‌ای که پرسنل بیمارستان و کادر درمان دارن با مجروحین همدلی میکردن. اون وریش هم داشتیم ما یا کسی که واقعا همدل نباشه؟ چرا قبل از به صورت عملی حالا مصدومی بیارن، مجروح بیارن، چرا بچه‌ها شاید بعضیا شوخی میکردن، میگفتن که خب کی کمکم میرسه. حالا من دوست ندارم این جمله رو بگم، ولی جمله‌ای بود که خب میگفتن دیگه، مثلا عمو ترامپ کمکاشو کی میرسونه، شوخی میکردن. بعد که اتفاق افتاد گفتم که خب بچه‌ها منتظر بودید دیگه، گفتن که ما فکر نمی‌کردیم اینطوری باشه. پرسنل من به صورت واضح شاید خبر مخابره میکردن واسه رسانه‌های بیگانه، میدونستم که اینا خبر مخابره میکنن، اینا اطلاعات میگیرن و خبر مخابره میکنن. و توی جنگ رمضان اینا جفتشون از قضا حالا به تبع حالا شرایطی که برای همه هست، خونه هاشون آسیب دید، خانواده هاشون آسیب دیدن ولی خب بازم ادامه میدادن به مخابره کردن خبراشون برای رسانه‌های اونوری. ولی خب دیدم که متوجه شدن که کمک‌های عمو ترامپ انتخابی نمیرسه. یه مجتمع 6 واحدی رو زدن، تو اون مجتمع 6 واحدی 25 نفر در جا شهید شدن و 14 نفر با بدترین شرایط ممکن آسیب دیدن. وقتی اونا رو میدید واقعا دیگه غر نمیزد، کارش انجام میداد. خب شاید ته دلش هنوز دلش یه سری اتفاقا رو میخواست، ولی واقعا دیدم که کارش رو انجام داد، پای کارش موند. من یه روز تهران شیفت بودم، بیمارستان کودکان شیفت بودم. بیمارستان کودکان که شیفت بودم، خب اونجا 2 بار اطرافش مورد اصابت شدید قرار گرفت. بعد ما توی یکی از شیفتا یه کودک بدحالی رو برای ما آوردن توی اتاق CPR و همون لحظه که ما داشتیم کار اون کودک بدحال رو انجام میدادیم، نزدیک بیمارستان مورد اصابت قرار گرفت، شیشه ها لرزید و خب حالا همه در اون لحظه دچار یه هیجانی شدم که مادر اون کودک برگشت گفتش که من الان بچه‌مو میبرم اینجا محیط خطرناکی نیست، بدین من میبرم. من و یه همکار دیگه بودیم، حالا خانم دکتر شاید دوست نداشته باشن اسمشون رو بگم چون یکی از خانم دکترای بسیار فداکار و بسیار حق دارن پای این نظام، و ایشون به مامان بچه رو در آغوش گرفت، به مامان بچه گفتش که ببین نگران نباش، من بچه رو جایی میبرم که امن‌ترین قسمت بیمارستان باشه، ولی کار درمانیش بذار انجام بشه، به خاطر صدا و لرزیدن شیشه‌های بیمارستان بچه رو نبر، این بچه رو ببری بچه تشنج داشت، تشنج مقاوم به درمان، این بچه رو ببری خونه، چون مامان بچه ترسید، احساس کرد بچه رو ببری یه جایی که خارج از اون محوطه باشه خب ایمن‌تره. ولی اون خانم دکتر، من که خودم شاید خیلی وقتا بهم استرس وارد نمیشه، این صحنه رو دیدم گفتم تو دیگه کی هستی؟ تو چقدر مردی؟ همم برن من میمونم به خاطر بچه تو، به خاطر بچه تو من میمونم. به نظرتون این فداکاری و این همدلی صرفاً به خاطر اون وجه انسان دوستانه کادر درمانه یا توی مواقع بحرانی مثل جنگ این پررنگتر میشه و نشونه‌هایی از یه ملت واقعی بودنه؟ نه، تو الزاماً برای کادر درمان بودن نیست، برای همون ملت واقعیه. چون من میگم دیگه خب خیلی ما کادر درمان زیاد داریم دیگه، تو شرایط مختلف همه همکارا دوره هم هستیم دیگه. من چون دیدم خیلی از همکارا با خیلی اندیشه‌های سیاسی متفاوت، اندیشه‌های فکری، مذهبی متفاوت، حتی اندیشه‌های مذهبی متفاوت
وقتی که دیدن بحران اتفاق میفته، از کرونا بگیر تا خیلی اتفاقات مختلف، من این همدلیه رو به عینه دیدم. چون دقیقاً اون وجه امت واحده، اون قسمتی که اینا یه سری امتی که دوره همن تو این شرایط قراره دست همو بگیریم، قراره اتفاقای با هم قراره یه جایی بریم. اگه قراره اتفاق بیفته برای هممون قراره اتفاق بیفته، یه روز نوبت توئه، یه روز نوبت منه. پس بهتره هوای همدیگه رو داشته باشیم دیگه. نه این الزاما به خاطر کادر درمان بودن نیست. فردای 9 اسفند که تونل هوافضای سپاه فرو ریخت و مصدوم برای ما آوردن، ما یه آقای بود همراه مریض بود، اومد به من گفتش که خانم بعد اینا چیکار کنیم، من چیکار میتونم انجام بدم، من بعد چیکار کنم فلان اینا. گفتم که خب شما همراهی، شما مثلا چیکاری؟ گفتش که نه من همراه مثلا مریضم، دیدم اینجا خیلی شلوغه، پرسنل مریضا تعدادشون بیشتر از پرسنل، شاید پرسنل نتونن. من بعد مثلا خب ما تو سوختگی‌های استنشاقی مثلا، اینو مثال عینی بهتون میگم، سوختگی استنشاقی مثلا به مریض میگیم که باید شما مایعات خوب مثلا مریضی که ماده شیمیایی استنشاق کرده، سوختگی، منظورم از سوختگی استنشاقی ماده شیمیایی استنشاق کرده، خب یکی از درماناش مصرف مایعاته. خب مثلا یک مصرف شیره. بعد گفتش که خانم اینا باید چیکار کنم، من چیکار دستم برمیاد؟ گفتم که اینا باید همشون الان اونایی که مثلا میتونن بخورن باید شیر بخورن. بعد این آقا خیلی میگم واقعیت زیر دست و پای من هم گفت خانم من چیکار کنم؟ گفتم که اینا باید شیر بخورن، ببین میتونی براشون شیر جور کنی. من 3 صبح این آقا رو بهش گفتم برو شیر جور کن. این خب یه کار مدیریتی که فقط از زیر دست و پای من بره کنار، ما کارمون رو بدیم انجام بدیم، یه مسئولیتی هم بهش داده باشم که از نظر روانی فکر کنه. شاید باورتون نشه در 45 دقیقه من موندم این 3 و 45 دقیقه صبح این چجوری اون همه شیر پاکتی پیدا کرد واسه این همه مصدوم. مدیر بیمارستان، مدیران منابع انسانی دانشگاه یا حتی وزارتخونه چه پروتکلی در نظر گرفته بودن واسه همچین شرایطی که پرسنل دچار اون فرسودگی نشن، یا بعد از اینکه حالا بحران گذشت مشوقی واسهشون در نظر گرفتن؟ کم و بیش خب حالا پرسنل مثلا ما قبلا، حالا شما خود تو کادر درمان شاید مثلا یه سختگیری خاصی راجع به تایم کاری هست، مثلا شیفتا باید حتما توی قوانین و نظم خاصی برقرار بشه. ولی خب به خصوص توی جنگ اخیر مثلا یکی از کارهای مدیریتی که سیستم با پرسنل مثلا بهشون خیلی راحت اجازه داد شیفتاشون رو با هم جابجا کنن، خب بیشتر پشت هم شیفت بردارن. مثلا یکی از کارهای مدیریتیشون این بود پشت هم شیفتاشون پشت هم بردارن، یه چند روز تعطیل باشن، برن خونه مثلا پیش خانواده هاشون باشن، یا مثلا حتی بهشون اجازه داد که مثلا شیفتاشون رو اگر کسی مثلا خب میدونین که خب ساعت کاری و تایم کاری خب یه چیز قانونیه، ولی خب مثلا با توجه به اینکه حالا با اینکه بار مراجعات زیاد بود، ولی خب سیستم این همکاری رو کرد که اگر کسی میگفت من یه روز مرخصی بیشتر میخوام، یه روز مثلا یه کوچولو مثلا یه تایم کاریم کمتر باشه، برای اینکه حالا شاید اوایلش نیرو نداشت باش موافقت نمیکرد، ولی خب هم طولانی شد، هم دید همدلی بچه‌ها زیاده، واقعا خب پرسنل هم نیاز به یه تجدید قوا دارن، مثلا در کنار خانواده هاشون باشن، یا اصلا نه یه چند روز از محیط صدا خارج بشن، شاید از اون سر صدایی که هست خارج هم خب سیستم باشون همکاری کرد، نیروهای جدید وارد تزریق به سیستم کرد، باشون با مرخصیاشون حالا تو محیطی که من بودم خودش موافقت کرد. و حتی میتونم بگم حتی ما اینو تو جنگ 12 روزه شروع کردیم، مثلا ما یه محیط استراحتی نزدیک بیمارستان در نظر گرفتیم برای پرسنل، گفتیم که خب اگر کسی راهش دوره نمیتونه بره، مثلا خونش خراب شده یا مثلا طولانی مدت میخواد بمونه، میتونه تو هم بیمارستان یه محیطی هست براش استراحت کنه، مثلا نره خونه تا خونه بره بیاد. مثلا خب این تدابیر مدیریتی رو خدا رو شکر وزارت بهداشت انجام داد. خب از نظر مشوق‌های مالی هم حالا واقعیتش هر چقدر بگیم خب جبران زحمات پرسنل واقعا نیست، ولی خب مشوقه مالی کوچیک هم حالا از نظر اینکه بچه‌ها احساس کنن که هواشونو دارن، و حتی اینکه خیلی وقتا واقعیتش من خودم بودم، مدیران اومدن تشکر کردن، مدیران در رأس اومدن تشکر کردن. من خودم روزی که شیفودم معاون وزیر اومد از ما. خب همین حضور مدیران دلگرم کننده است که مدیران خودشون هم در کنار پرسنل هستن، تو سیستم هستن. وقتی مثلا رئیس بیمارستان خودش 3 شبانه روز تو بیمارستان میخوابه که ببینه که بتونه کارو هندل کنه، خب بچه‌ها دلگرم میشن دیگه. خیلی وقتا بعضی از مدیرانی داشتیم تو بحران‌های قبلی
زودتر از همه میرفتن خونهشون استراحت کنن، زودتر از همه بیمارستان رو ترک میکردن، زودتر از همه شاید حتی از شهر خارج میشدن. ولی تو این به خصوص از جنگ 12 روزه ما مدیرانی داشتیم که توی بیمارستان روزها موندن. توی بحران کرونا ما تجربه استفاده از نیروهای داوطلب، حتی دانشجوهای سالهای آخر توی محیط درمانی رو هم داشتیم. توی این دوتا جنگ اخیر به خصوص این جنگ رمضان که یکم طولانی تر بود، همچین تجربه هایی داشتیم که تو بیمارستان بخوایم از نیروهای داوطلب استفاده بکنیم. بله دقیقاً توی بحران کرونا، چون دقیقاً ما بحران کرونا خب هم طولانی شد، هم خیلی فرق داره بحران کرونا با جنگ. ما چون ریزش نیروی شدیدی داشتیم، اون داوطلبا خب خیلی اومدن و خیلی استقبال شد و سر جنگ 12 روزه این پروتکل‌های استفاده از داوطلب از همون اول ریخته شد. یعنی پروتکل ریخته شد، نیروهای داوطلب بسته به لول و هنری که به قول معروف بلدن، یکی بلد هنر کار درمانی ارائه بده، یکی بلد کار عادی‌تر انجام بده و خودشون اومدن گفت مثلا من دقیقاً باورتون شاید نشه، من نیروی دکترا داشتم، نیروی دکترا داشتم، به من به عنوان داوطلب میگفتش که خب من اگه کاری نداشت، بهش گفتم آخه من کاری ندارم به عنوان یه دکترای مثلا مدیریت انسانی به تو کاری بدم. گفت اشکال نداره، میخوای مریضات رو جابجا کنم، من اون روز میام مریضا رو جابجا میکنیم، این کاری که بلدم انجام بدم. یعنی در این حد دقیقاً پروتکلاش نوشته شد، داوطلبا تقسیم بندی شدن، هر کسی تو هر هنری که داشت. و شما خب میدونید توی زمان بحران خیلی وقتا مثلا شاید ما تو جنگ 12 روزه این تجربهش رو داشتیم، در لحظه ممکنه تلفن قطع بشه، خطوط ارتباطی قطع بشه و این پروتکل ها خب از قبل بود، ولی خب توی جنگ 12 روزه عملیاتی تر شد. راهکارهای جدید ارتباطی، مثلا ما وقتی که یه تیم داوطلبی تعریف شده بود، مثلا بهشون گفتیم که ممکنه ما تو اون لحظه که به شما نیاز داشته باشیم، این جزء پروتکل‌های بحرانه، همیشه هست، جزء قانونه، ولی خب اینا عملیاتی شد عملاً. ما گفتیم که خب ممکنه ما در لحظه که به شما نیاز داشته باشیم تلفن قطع بشه دیگه، مثل خیلی 18 دی تلفن قطع بشه، نتونیم حتی به شما تماس بگیریم. شما باید بدونی که مثلا تو اون تاریخ خودتو برسونی، ممکنه هم اسنپ هم قطع باشه، نتونی با اسنپ بیاد. و گفت باشه میرسونم، چشم، من اگه مثلا قرار باشه برسونم میرسونم. و ما داشتیم که کسی که در تلفن قطع بود، راهها بسته بود، اتوبان باکری رو زده بودن و خودش رو رسون. گفت من نیروی داوطلب بودم دیگه، مگه نگفتین که بعد بیام، اومدم. یه سوال دیگه، جذب نیروی داوطلب چطوری بود؟ از دانشگاه‌ها بود یا از مردم عادی بود؟ از همه جا. توی گروه‌های دانشگاهی خب فراخوان زدیم که نیروی داوطلب می‌خوام، از انواع اقسام دانشجوهای رشته‌های مختلف، چه رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی، رشته‌های مهندسی، بسته به هنرشون. تو جنگ 12 روزه ما اینا رو لیست کرده بودیم، شماره تماساشون رو یادداشت کرده بودیم و هنرهایی که داشتن لیست کرده بودیم، براشون نقش تعیین کرده بودیم. و خیلی وقتا گروه‌های مردمی هم بودن، خیلی هاشون اومدن گفتن که خب چه کاری از دست ما برمیاد. مثلا ما گفتیم که خب اون واحد خاص مسئول ساماندهی نیروهای مردمی، شما بیاین مثلا این کارا رو انجام بدین. بعد تو جنگ 12 روزه دیدن که نه، نیاز هست یه سری نیروهای بیان واقعا کمک کنن، که حتی دقیقاً سر جنگ رمضان هلال از یه سری نیروها گفت ما دیگه خیلی وقتا مصدومین و چیزی که به صورت عملیاتی داشت انجام میشد، به ما کوله های امداد و نجات دادن. گفتن که کسایی که داوطلبن ما دیگه به امداد و نجات و پزشکا، کادر درمان رو میبریم در محل اصابت ها، که یه سری کارا اونجا انجام بشه، هم بار کاری درمانی که به بیمارستان میان کمتر بشه، هم خب پروگنوز بهتره، مریضا خیلی بهتر درمان میشن. و خب اون موقع مثلا به ما یاد دادن شاید یه مقدار آواربرداری اصولی چجوری هست، نجات مصدوم از زیر آوار چجوری هست. یعنی اون جنگ 12 روزه یه دقیقاً ما جنگ 12 روزه تا الان پروتکل‌ها به روز بشه، نیروهای داوطلب آموزش مدیریت ببینن. حتی باورتون شاید نشه این اتفاق، یعنی من اگه خودم در صحنه نبودم و باورتون میشه الان توی مساجد داره کلاس طب رزم برگزار میشه و خیلی دارن آموزش میبینن. یعنی از جنگ 12 روزه این اتفاقا افتاده و دیدیم داوطلب زیاده. دقیقاً شهرداری تهران اومد یه سری تو همین سرای محله هاش آموزش داد و این خب خیلی خوب بود. خیلی نیروی داوطلب از بین اینا آدمای هنرمند خیلی در اومدن، آدمایی که خیلی کمک بلد بودن انجام بدن و خب خیلی آموزش عمومی داده شد دیگه. یه سوال دیگه این که حالا ما شاهد این بودیم که توی فضای رسانه‌ای وقتی هر جایی رو
مورد اصابت قرار میدادن که نظامی نبود، یه بهانه می آوردن که مثلا از اونجا داشته استفاده نظامی میشده، میرفتن اونجا تجهیزاتشون رو استتار میکردن، یا افرادی میرفتن اونجا جلسه برگزار میکردن یا از این دست. شما به عنوان یک پزشک متخصص که تو بیمارستان‌های مختلف هم فعالیت کردید، به صورت عینی دیدید که بخوان از فضای بیمارستان برای مقاصدی غیر از مقاصدی که واسش تعریف شده استفاده بشه به صورت کلی؟ اصلا شما اولا که این که بخواد از بیمارستان به عنوان مقاصد غیر درمانی استفاده شه، خب این خلاف پروتکل‌های کلا بین‌المللی اولا. بعدش اصلا کلا حالا شما بیان یک به قول معروف یک فضای ساختمانی و آناتومی بیمارستان اصلا انقدر کلا به خصوص بیمارستان‌های دولتی انقدر با خودشون با مشکلات ساختمانی و تجهیزاتی مواجه هستن که اصلا شما خودشون در حالت عادی دچار چالشن که حالا ما فضا نداریم، این تجهیزاتمون دچار فضاش کمه، کجا بذاریم. شما حالا فکر کن مثلا بخوان دقیقاً تو شایعه خب خیلی درست شده که مثلا زیرزمین فلان بیمارستان محل اختفای موشک‌هاست. اصلا شما فکر کن اصلا موشک رو میشه آورد گذاشت تو زیرزمین بیمارستان؟ بعد مثلا اگه یه بیمارستان چه زیرزمین با چه وسعتی داره، بعد حمل و نقل یه موشک به بیمارستان، مگه مثلا موشک مثلا 1 کیلو پرتقال من مثلا زیر یه پارچه بگیرم ببرمش بذارم اونجا؟ اصلا میشه؟ اصلا داریم؟ مثلا ما بیمارستان به اون بزرگی داریم که یه همچون چیزی توش قایم بکنیم؟ بعد خیلی وقتا اصلا از نظر علمی شما خودتون میدونید بیمارستان ها مخزن اکسیژن دارن، مخزن سوخت جداگونه دارن و خب تماس با این مواد خب خیلی خطرناکه. هر لحظه خطر شعله‌وریش هست، انفجارش هست و ممکنه فاجعه اگه بخواد این فاجعه انسانی رخ بده. و اصلا از نظر منطقی و از نظر فضایی اصلا چنین چیزی اصلا قابلیت حتی گفتن هم نیست. خیلی ممنون از شما خانم دکتر بابت وقتی که در اختیارمون قرار دادید و نکاتی که گفتید. امیدوارم که اوضاع خوب باشه و بحران‌ها در حداقل ممکن باشه و خدا رو شکر که بابتش هم فکر شده و اگر رخ بده مدیریت میشه. ممنون از شما.